3 دسامبر روز در واقع دیزابیلیتیه، یعنی روز افراد در واقع با معلولیت یا ناتوانی جسمی و ذهنیه. ابزارهای مختلفی هستش که میشه ما کمک بکنه که درک بکنیم و زاویه دید اونها رو بتونیم داشته باشیم. من معمولا وقتی در مورد بحث یو ایکس صحبت می‌کنم هیجان زده میشم و اینکه چجوری تغییراتی که ما میدیم تو طراحیمون میتونه تاثیر بذاره رو عملکرد اون یوزر، حالا توی اون یوزابیلیتی تست که ما به ازاش میشه تعمیم داد به دنیای واقعی که واقعا یوزرها بعد از اعمال اون تغییرات چقدر راحت میتونن با اون کار بکنن، با اون اینترفیسمون. 10% 11% جامعه عدد کمی نیست. از آن رو تأکید بکنیم که متاسفانه تیم‌های طراحی عموماً اطلاع و آگاهی چندانی نسبت به مقوله دسترسی پذیری ندارم. در واقع چی؟ یعنی من برای همه افراد این امکان رو ایجاد بکنم که از محصولاتون استفاده بکنن، چه افراد سالم چه افرادی که دچار ناتوانی در واقع جسمی هستن. یعنی ما حتی سامانه شاد که الان تقریبا فکر کنم کلا مدارس رو سامانه شاد هستن دیگه، کسایی که حالا بچه دارن احتمالاً بهتر میدونن، حتی سامانه شادی که طراحی شده برای یک کشور که من فکر کنم توی کافه بازار بود، فکر کنم دیدمش 15 میلیون نصب شده، این هم دسترس پذیر نیست. چیزی که من میخوام بهش خیلی بپردازم اینه که همدلی خیلی مهمه. همدلی باعث میشه که ما بتونیم که درک بکنیم و از همدلی استفاده بکنیم که بتونیم که یک سولوشن مناسبی داشته باشیم. داستانی که تو ایران وجود داره اینه که عموماً سرویس هایی که ارائه میشن متاسفانه یا دسترس پذیر نیستن یا اگر هم به نوعی بخشی از خدمات اونها دسترس پذیره، این اتفاق به شکل کاملا تصادفی افتاده و خیلی راحت حتی با ارتقای یوزابیلیتی به اکسسیبیلیتی به صورت ناخودآگاه کمک می‌کنه. چه بهتر که ما حالا بحثش هم تو پنل هست، این فرآیند در واقع این که بخوایم اکسسیبیلیتی رو در واقع افزایش بدیم رو اصلا امبد بیاریم تو تیم و حتی از فشار این که فشارش رو نذاریم یه نفر به اسم اکسسیبیلیتی اکسپرت. چه جوری هست مثلا اسنپ، نمیدونم دیجی کالا، تپسی، اینها بعدشون چه جوریه؟ شما میتونید به راحتی از سرویس‌ها اینا استفاده کنید. معلولین برامون خیلی مهمه، ناتوانان جسمی، ولی پشت سر که میگه این ولش کن فیچر رو بده. خب اگر این قضیه توی لول مدیریت به عنوان یک کانسپت، به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک باور پذیرفته شده باشه، میشه اینو توی بقیه تیم هم جای بخواد. طراحی اینکلوسیو چرخه‌ای بسیار بسیار شبیه به طراحی داره که ما توی یوزر اکسپریانس می‌کنیم. یعنی مقوله جدا نیست. اگه بهش نمیپردازید براتون کم اهمیته، بهتون میگم که حتما یوزابیلیتی اون نرم افزارتون هم پایینه. عجایب روزگاره که دقیقاً ما هیچ دستگاه خودپرداز اکسسیبلی نداریم تو ایران. طراحان این اپلیکیشن زیر بار در واقع اعمال فاکتورهای دسترسی پذیری روی اپلیکیشنشون نمیدن.